امام مالک به ایشان از سعید بن مسیب سید تابعین سخنی رسیده است که سعید بن مسیب الله رحمت کند گفتند که لیس من عالم، یگان عالمی نیست در دنیا، ولا شریف، یگان انسانی شریف نیست. شریف یعنی انسانی پاک با آبرو، ذاتش پاک، شاید خویشاوندان پیامبر صلی الله علیه وسلم، ولا ذی فضل، و یگان انسانی صاحب فضیلت نیست، الا و فیه عیب، مگرم او عیب دارد، چون که بی عیب و بی خطا این الله است. سعید بن مسیب یعنی سید تابعین این سخن گفتن. بعد گفتن که ولکن من کان فضله اکثر من نقصه، لیکن کدام آدمی که فضلش، نیکویش از نقصش، از کمبودش بسیار باشد، ذهب نقصه لفضله، یعنی اون نقصش فضلش میخورد، یعنی نیست و نابود میکند، یعنی در بحری حسناتش و گناهش غرق میشد، نابود میشد، به چشم نانمایان میشد، لفضله، به سبب فضلش. کما ان من غلب علیه نقصانه ذهب فضله، چخیلی که یک آدمی که غلب علیه نقصانه، عیب و خطاگیش همین خیل بسیار است که فضیلتش از بین برده است، مانند حجاج ظالم. و اینچون خطیب بغدادی رحمت الله علیه از سعید بن مسیب نقل کردن که سعید بن مسیب گفتن که لیس من شریف ولا عالم ولا ذی سلطان الا و فیه عیب، یگان شریف نیست، یعنی خویشاوندان پیامبر صلی الله علیه وسلم، سید زاده ها، خویشای پیامبر صلی الله علیه وسلم نیست، ولا عالم، یگان عالم نیست، و یگان پادشاه نیست، الا و فیه عیب، مگر یگان عیب دارد. لا بد، این حتمی هست، هر یک آدم عیب دارد. ولکن من الناس من لا تذکر عیوبه، لیکن از جمله آدمایی که عیبش ذکر کرده نمیشد. عیبش هست لیکن آدم جرأت نمیکند برای ذکرش، برای بسیار بودن حسناتش. من کان فضله اکثر من نقصه وهب نقصه لفضله، کدام آدمی که فضلش یعنی نیکوکاریش، فضیلتش بسیار باشد، از نقصش، از کمبودیش تحفه کرده میشد به فضیلتش، یعنی که حرمت نیکی هاش اونش چشم پشته میشد. گفتم در کتاب الکفایه فی علم روایه. خب این چونین دیگر کس گفت که لا یسلم العالم من الخطا، یگان عالم از خطاگی سالم نمیماند. فمن اخطا قلیلا و اصاب کثیرا فهو عالم، کسی که کم خطا کند و بسیار درست فتوا دهد او عالم است. و من اصاب قلیلا، کسی که درست فتوا دهد و اخطا کثیرا، یعنی فتوای درستی کم دهد و لیکن اکثری فتواهاش غلط باشد، فهو جاهلون، او جاهل است. در کتاب جامع بیان العلم و فضله یوسف ابن عبدالبر حافظی مغرب اندلوسی قرطبی الله رحمت کند نقل کرد. یعنی فهمیدید آن عالمی که عیبش کم است، فضیلتش خوب است، اون عیبش دیگه نگاه کرده نمیشد، اون عالم است. آن آدمی که خطاگیش بسیار است، اکثری قولهاش خطا است، هم در عبارش خطا، هم در مضمونش خطا، و اکثری صحبتاش خطا هست، و جاهل است. گفتم یوسف ابن عبدالبر